از اونجایی که درک ما از دنیای شگفت‌انگیز موسیقی به وسیله صدا صورت میگیره، خالی از لطف نیست که شروع تئوری موسیقی رو با تعریف مؤلفه‌های از صدا شروع کنیم. سلام، من مریم کنعان‌طری هستم، فارغ التحصیل رشته موسیقی در تخصص ساز پیانو. امروز می‌خوایم راجع به مؤلفه‌های از صدا با هم صحبت کنیم که دونستنش براتون قطعاً مفیده. نواک به زیر و بمی صدا گفته میشه. به این صورت که ما هر چقدر به سمت صداهای نازک حرکت کنیم، صداهای ما به اصطلاح زیرتر میشن و هر چقدر به سمت صداهای کلوفتر حرکت کنیم، صداهای ما بمتر میشن. پس در واقع به این زیر و بمی صداها میگن نواک. دیرند. فرض کنید که نوت دو رو پیانو میخواید اجرا کنید. به مدت زمانی که باید اون نوت رو فشار بدید و نگه دارید میگن دیرند یا ارزش زمانی نوت یا کشش نوت. تمام این اصطلاحات یکی هستن. شدت یا داینامیک. دو تا صدا نسبت به همدیگه ممکنه قوی‌تر یا ضعیف‌تر نواخته بشن. فرض کنید که من نوت دو رو اولین بار با این شدت اجرا میکنم و دومین بار با این شدت اجرا میکنم. چیزی که قطعا الان متوجه شدید اینه که شدت صدای دوم به نسبت شدت صدای اول قوی‌تر بود یا صدای اولی شدتش نسبت به صدای دومی ضعیف‌تر بود. پس به این حالت میگن داینامیک یا شدت صدا. تنین و رنگ. فرض کنید که پشت سر من سازهای مختلفی هستن مثل گیتار، ویولون، پیانو که البته پیانو واقعا هست. من بدون اینکه ببینم قراره که هر کدوم از این سازها یه نوتی رو اجرا بکنن. مثلا نوت دو رو فرض کنید. وقتی که پیانو نوت دو رو بزنه، من از روی تنینش، از روی شخصیت صوتی که داره تشخیص میدم این نوت رو پیانو زده. یا مثلا ویولون اگر نوت دو رو اجرا بکنه، از روی رنگ صدای ویولون تشخیص میدم که این نوت مال ویولون هستش. حتی این مبحث راجع به انسان‌ها هم صدق میکنه. فرض کنید یکی از دوستاتون با یه شماره ناشناس باهاتون تماس میگیره. شما از روی شخصیت صوتی یا رنگ صدای دوستتون بدون اینکه ببینیدش تشخیص میدید که دوستتون ساراست یا هر کسی دیگه. خب اینها 4 تا از مؤلفه‌های مهم صدا بودن که باهاش آشنا شدیم. ریتم چیه؟ فرض کنید من میگم 1 2 1 2. یک الگوی مشخصی داره به صورت منظم تکرار میشه که بهش میگن ریتم. حالا فرض کنید توی یه قطعه یا یه تمرین این ریتم‌ها دارن تکرار میشن. اگر بدون هیچ نظم دهنده و جدا کننده اینا پشت سر هم قرار بگیرن، از نظر ظاهری تو هم میرن و شکل مناسبی به خودشون نمیگیرن. پس بنابراین ما الان یه نظم دهنده احتیاج داریم که هر کدوم از این ریتم‌های ما رو، هر کدوم از این 1 2 ها رو تو خودش جای بده و از همدیگه، از بقیه ریتم‌های ما، این الگوهایی که دارن تکرار میشن جدا بکنه. اسم این نظم دهنده جدا کننده میزان هستش. میزان ها میان هر کدوم از این ریتم های ما رو، هر کدوم از این 1 2 ها رو در خودشون جای میدن و به این خطی که میزان ها رو از همدیگه جدا میکنه میگن خط میزان. درست مثل هر نقشه‌ای که یک راهنمای نقشه داره، هر میزانی هم یک میزان نما داره که این شامل 2 تا عدد میشن که روی همدیگه قرار دارن و بعد از کلید میان که بهش میگن میزان نما. یه سری اطلاعات راجع به میزان ما بهمون میگه. عدد بالایی هر چی بود تعداد ضرب‌های شما رو در هر میزان مشخص میکنه. مثلا اگر عدد بالایی 2 بود مشخص میکنه که توی هر کدوم از این میزان‌ها شما 2 ضرب دارید. 1 2 1 2. اگر عدد بالایی 4 بود یعنی تو هر میزان 4 تا ضرب دارید. 1 2 3 4 1 2 3 4. پس الگوی تکرار شونده شما 4 ضربی هستش. وقتی به شما گفته میشه میزان نما چند چنده، شما اول باید عدد بالایی رو بخونید و بعد عدد پایینی رو. فعلا با عدد پایینی کار نداریم، میریم جلوتر و بعد فلش بک میزنیم به همین قسمت. چند دقیقه پیش داشتیم راجع به دیرند صحبت میکردیم. اگر خاطرتون باشه دیرند به کشش نوت گفته میشه. ارزش زمانی یک نوت یا طول مدتی که ما یک نوت رو
نگه میداریم گفته میشه. حالا میخوایم بدونیم که اینها چی هستن. فرض کنید که من میام و یک لباس آشپزی میپوشم. شما میدونید که اسم من مریمه، ولی از روی ظاهری که به خودم گرفتم تشخیص میدید که میخوام آشپزی کنم. فرض کنید من میرم لباس ورزشی میپوشم و برمیگردم، دوباره اسم من مریمه، تغییر نکرده، ولی شما از روی ظاهری که من به خودم گرفتم، لباسی که پوشیدم، تشخیص میدید که میخوام ورزش بکنم. خب حالا فرض کنید که نوت‌های ما که همون دو ره می فا صل لا سی هستن، میخوان نمادهای مختلفی به خودشون بگیرن، میخوان لباسهای مختلفی بپوشن که ما از روی اون نماد، از روی شکلی که به خودشون گرفتن، تشخیص میدیم اون نوت رو چند ضرب نگه داریم. بریم سراغ اولین کششی که باهاش آشنا میشیم. کشش نوت گرد هستش. نوت گرد چه ویژگی داره؟ اولین خصوصیتش اینه که این دایره که البته بین دایره و بیضی هستش تو خالیه و هیچ دسته‌ای هم سمت راست یا چپش نداره. از روی این ویژگی ظاهری نوت تشخیص میدیم که نوتمون گرده. نوت بعدی ما نوت سفید هست. از کجا میفهمیم که نوت ما سفیده؟ از اونجایی که این دایره تو خالیه ولی دسته داره. از روی این مشخصه ظاهری تشخیص میدیم که نوت ما کششش سفیده. کشش بعدی که باهاش آشنا میشیم نوت سیاه هستش. ویژگی ظاهری نوت سیاه به این صورته که تو پره، سیاهه و دسته داره. خب از بین کشش ها تا الان شما با نماد نوت گرد، سفید و سیاه آشنا شدید. البته که کشش ها به این سه مدل ختم نمیشن. ما کشش نوت چنگ، دولا چنگ، سلا چنگ و الی آخر رو داریم و با اونها در ادامه آشنا میشیم. الان ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب اینا فقط یه سری نماد بودن که ما متوجه شدیم چجوری گرد، سفید، سیاهه. خب هر کدوم رو چند ضرب نگه داریم. برای دونستن این موضوع باید برگردیم به عدد پایینی میزان نمامون. قبل از اینکه من بخوام این موضوع رو توضیح بدم، شما باید بدونید هر نوت گرد شامل 2 تا نوت سفید میشه و هر نوت سفید شامل 2 تا نوت سیاه میشه. با توجه به این موضوع برگردیم به عدد پایینی میزان نمامون که اگر 4 باشه مبنای کششی داره به شما میده. یعنی چی؟ یعنی که ما میدونیم هر نوت گرد شامل 2 تا سفید میشه، هر سفید شامل 2 تا سیاه میشه. اگر کششی یه دونه از این نوت ها لو بره، بقیه کشش ها معرفی میشن. اون چیزی که به ما مبنا میده عدد پایینی میزان نمای ما هستش. عدد پایینی میزان نما وقتی که 4 باشه به شما داره مبنای کششی میده. داره میگه که سیاه شما معادل 1 ضرب کششه. یعنی من نوتو به اندازه 1 ضرب کشش نگه دارم. مثلا 1. وقتی که سیاه ما 1 ضرب باشه، سفید ما که شامل 2 تا سیاه میشه 2 ضرب. 1 2 و گرد ما که شامل 4 تا سیاه میشه 4 ضرب. و بر همین اساس معیار کششی ما تعیین میشه. خب موضوع بعدی که میخوایم راجعش صحبت کنیم نقطه هستش که خیلی مهمه. کجای نوت قرار میگیره؟ اگر سمت راست نوت قرار بگیره به یه معناست، اگر بالا یا پایین نوت قرار بگیره به یه معنای دیگه هستش. هرگاه نقطه‌ای سمت راست نوت قرار بگیره نصف کشش اون نوت رو بهش اضافه میکنه. مثلا فرض کنید ما نوت سفید رو داریم که 2 ضربیه. اگر سمت راستش نقطه‌ای قرار بگیره نصف اون 2 ضرب رو به خودش اضافه میکنه. پس در نتیجه یه نوتی مثل سفید نقطه دار 3 ضرب کشش خواهد داشت. حالت بعدی اینه که نقطه ما بالا یا پایین نوت قرار میگیره که در اصطلاح بهش میگن استکاتو. چیکار میکنه؟ نصف کشش نوت رو تبدیل به سکوت میکنه، ازش میگیره. حالا سکوت ها چیا هستن؟ دقیقاً معادل با کشش هایی که داریم مثل کشش نوت گرد، سفید، سیاه، سکوت های اینها رو هم داریم. سکوت گرد مثل مستطیل میمونه و چسبیده به زیر خط 4 که در این صورت شما به اندازه 4 ضرب باید سکوت کنید. سکوت سفید
مستطیل شکله و چسبیده به بالای خط سوم و در صورتی که سکوت سفید دارید به اندازه کشش 2 ضرب باید سکوت کنید. سکوت سیاه که شبیه رعد و برق میمونه و به اندازه کشش 1 ضرب باید سکوت کنید. ما توی موسیقی 2 تا خط مهم داریم به نام اتحاد و اتصال. خط اتحاد 3 تا ویژگی مهم داره که اگر یه دونه از اینا رو هم نداشته باشه دیگه خط اتحاد نیستش. اولین ویژگی بین 2 تا نوت هم اسم میاد، مثلا بین 2 تا نوت دو، 2 تا می، 2 تا ره. دومین ویژگی اون 2 تا نوت باید هم اکتاو باشن، مثلا بین 2 تا نوت دو میاد که هر 2 تا دو 1 اکتاو روی پیانو هستن، بین 2 تا جایگاه مختلف نمیاد. سومین ویژگی باید متوالی باشن. در این صورته که اسم اون خط میشه اتحاد و حالا چیکار میکنه؟ کشش اون 2 تا نوت رو با همدیگه جمع میکنه. به این صورت که شما اگر 2 تا نوت گرد داشته باشید 4 ضرب این نوت با 4 ضرب نوت بعدی جمع میشه. در حالت عادی شما اگر بخواید یه 2 تا نوت گرد و پشت سر هم اجرا کنید به این صورت میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. ولی حالی که خط اتحاد اومده شما دیگه دستتون رو ور نمیدارید، کشش‌ها با هم جمع میشن، به این صورت نواخته میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. به این خط منحنی شکلی که بین 2 تا نوت هم اسم، هم اکتاو و متوالی اومده میگن خط اتحاد که کشش‌های این 2 تا نوت رو با هم دیگه جمع میکنه. حالا ویژگی‌های خط اتصال چیه؟ خط اتصال دقیقاً ویژگی‌هاش مخالف خط اتحاده. شما اگر دیدید خطتون ویژگی‌های خط اتحاد رو نداره پس قطعاً اتصاله. حالا خط اتصال چیکار میکنه؟ نوت‌هایی که زیر خط اتصال قرار میگیرن باید صداهاشون به همدیگه وصل باشن. یعنی چی؟ یعنی صدای نوت دوم در امتداد نوت قبلی بیاد یا به اصطلاح پیوسته نواخته بشن. به این صدا توجه کنید. خط اتصال. خط اتصال گفتیم که صدای نوت‌ها باید در امتداد هم باشن. اول به صدای این 2 تا نوت توجه کنید برای زمانی که خط اتصال وجود نداره. صدای دو قطع شد و بعد صدای ره اومد. ولی حالا گوش کنید. صدای ره در امتداد صدای دو و به صورت پیوسته اومد. این معنای خط اتصال هستش. خب همونطور که میبینید اینجا خط اتصال رو داریم و نوتایی که زیرش قرار گرفتن صداهاشون باید پیوسته و در اتصال به هم اجرا بشه. مثلا تو اینجا صدای ره باید در امتداد صدای دو نواخته بشه. خب اینم از فصل اول تئوری موسیقی. امیدوارم که مطالب خوب یاد گرفته باشید و همچنین هر سوالی دارید میتونید تو قسمت کامنت ها از من بپرسید. اگر ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و در جهت یادگیری محتواهای آموزشی از من حمایت کنید.